برادرایی که الحال تماشا دارید، دوستانی که این آواز ما را میشنوین گوش میکنین، همین هایی که امروز به طاعون ای دنیا گذشتن، مسلمانایی که به طاعون ای دنیا گذشتن، کسایی به ایمان بدن مسلمان و به این بیماری از دنیا گذشتن، اونها شهید هستند. شهید و درجه اینها در نزد پروردگار اینقدر بلندی است که روز قیامت ما درجه اینها را میبینیم، همه آرزو میکنیم، همه ما و شما آرزو میکنیم که ای کاش من به همین کسل میگذشتم تا که امروز این درجه را میبینیم. مرگ هست، هیچ کس از مرگ نجات نمیده. اگر ما فرزن اگر به این بیماری هم دچار شدیم برادر عزیز، این بیماری به سر ما و شما یک رحمت الله هست. هر کسی به این بیماری دچار شد گرفتار رحمت خدا شدگی است. در حدیث های صحیح میآید، عایشه مادرمان رضی الله عنها میگه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم، روایت شده است، سوال کرد رسول اکرم از طاعون. این طاعون است بلا برادر عزیز. مقصد زبان عربی طاعون میشه، به فارسی وباش میگه ما و شما، با زبان های روسی ویروسش میگن، هر چیز دیگر اینا طاعون میگن. عایشه مادرمان میگه روایت بخاری است، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم که این طاعون چی چیز هست، چی چیزی هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انه کان عذابا یبعثه الله علی من یشاء. عایشه حبیب خدا گفتن طاعون عذاب است از جانب خدا، به هر کسی خدا بخواه روانش میکنه، لکن برای مؤمنا یک خوبی داره، فجعله الله رحمتا للمؤمنین، رواه بخاری. این حدیث صحیح بخاری برادر عزیز. حبیب خدا گفتن الله اگر به دیار طاعون آورد، این رحمت برای مؤمنا قرار میگیره، سبب کفاره گناه شما میشود. اگر کسی این بیماری تنش صحت شد و برآمد، خدا گناهاش میبخشد ای وضعی رنج کشیدگیش. اگر رفته و از دنیا هم به این بیمار سبب شد، ما را برادر عزیز هیچ کسل نمیکشه. درد دیگر چیز است، مرگ دیگر چیز است. مرگ چیزی هست که قانونش همیه، خدا ساعتش معین کردگی است. هیچ بیماری، هیچ چیز کدام نوع و حالت او را پیش یا پس نمیکنه. ساعت مرگ دیگر چیز است، اما درسته سبب می شود. سبب هست، یک کسی هست به سبب بیماری رگ دنیا میگذره، یک کسی هست ماشین میزنش، یک کسی از دعا میروه، یک کسی در علاق میروه. مثلا اینها سبب ها است، اسباب مرگ است. اما مرگ دیگر چیز است. به خدا قسم برادری را که ساعت مرگش رسید در دنیا هیچ نمودی کسل نباشد، همون ساعت در دنیا میگذره. حالا میگیم فلانی کس ویروسی مثل کرونا ویروس کتی های دنیا گذشت، همین بیماری چند کس کشته شده. نه برادر عزیز، این بیماری هیچ کس نمیکشه. ساعت مرگ آمده است، سبب مرگش یک بیماری، یک حالت، یک سببی. وگرنه ساعت مرگ من آمد دوستان عزیز، هیچ بیماری در روی دنیا وجود نداشته باشد، هیچ بیماری وجود نداشته باشد، من او ساعت از دنیا میرم. این شک و شبهه نیست. چرا ما اینقدر بترسیم؟ وقتی مؤمن هستیم به مرگ و مردن و قیامت و بهشت و خدا و رسول ما ایمان داریم. ما ایمان داریم که اگر روز از دنیا رفتیم، دنیای دیگرمان دنیای آباد است. ما چرا از مرگ بترسیم؟ در حالتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک آمده است که این طاعون، همین ویروس ها، یعنی کسل گذرنده است، کسلای گذرنده ها، کسلای هستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به روایت بخاری میآید اینها شهید هستند. گفتن رسول اکرم کسی سبب مرگ گفتیم دیگر چیز است، لکن سبب مرگش اگر همین طاعون شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن او شهید است. در روایت حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن الطاعون شهادت لكل مسلم، اخرجه بخاری. این حدیث هم حدیث بخاری است. برادر عزیز، ما نباید قدر در خوف و خطر باشیم. اصلی از همه کسلی گنده خودش ترسه. امروز خب طبیبا را ببینیم، دکترها را ببینیم، خدا خیرشان بده، مسئولیت ها داده سادیان که
ماها مقصد نباید بترسیم از همه چیزی که خب ایمونیتت انسان از بین میبره، پس میکنه، نیست میکنه، این ترسه. ما باید توکل به خدا داشته باشیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا میگه بنده مؤمن هستی، ایمان داری به خدا، چرا به گپ خدا تکیه نمیکنی؟ به گپ خدا داده نمیشی. امروز دنیا هر کس به فکر خودش گفته شده این کرونا ویروس چند میله، گپی او را باور میکنی، اما خدا میگه گپ خدا باور نمیشه. اما یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا میگه هر کسی توکل به ما میکنه، ما با او بسنده هستم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انس بن مالک میگه حبیب خدا گفتن طاعون، هر کسی به کسل طاعون ای دنیا گذشت، الطاعون شهادت لکل مسلم. حبیب خدا گفتن طاعون شهادت برای هر یک مسلمان، یعنی کسی به کسل طاعون، یعنی به نمی ویروس ای دنیا گذشت، او شهید ای، او شهید میشه. و برادر عزیز و خدا قسم، برادرایی که الحال تماشا دارید، دوستانی که این آواز ما رو میشنوین، گوش میکنین، همین هایی که امروز به طاعون ای دنیا گذشتن، مسلمان هایی که به طاعون ای دنیا گذشتن، کسایی به ایمان بودن مسلمان و به این بیماری از دنیا گذشتن، اونها شهید هستن. شهید و درجه اینها در نزد پروردگار اینقدر بلندی است که روز قیامت ما درجه اینها رو میبینیم، همه آرزو میکنیم، همه ما و شما آرزو میکنیم که ای کاش من به همین کسل میگذشتم تا که امروز این درجه رو میدیم. مرگ هست، هیچ کس از مرگ نجات نمییابد، لیکن اگر سبب مرگ همین بیماری شد، و خدا قسم درجه بسیار عالی است. این سخن معنی نداره که ما و شما به احتیاط باشیم، خودمان آوریم در دام طاعون پرتاییم در کسل ها، لیکن این برای کسانی هست که به این بیماری مبادا دچار شدن درجه های بسیار بلند دارن. احتیاط کاری تا بکنیم، اما خوف و خطر نداشته باشید. این آینده خوبم داره، این اجر ثواب داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه یک خار در پای مؤمن اگر بخله، در عوض همون درد اندکی که ما و شما یک خار در کف دست یا در پا ما میزنه درد حس میکنیم، همون خدا برای مؤمن اجر ثواب میده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش حتی کسانی را که برای خواب احتیاطکاری، اما برادرانی که مبادا به این بیمار گرفتار می شوند، اونها باید احتیاط شدن از گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جدی بگیرند. در حدیث بخاری آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش گفتند لیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلده صابرا انه لا یصیبه الا ما كتبه الله له الا کان له مثل اجر الشهید. رواه بخاری. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر مسلمانی به این بیماری گرفتار شد، اما به احتیاطی خواب نکرد، احتیاطی را زیاد کرد، در یک جا شیشت برای سرایت نشیدن دیگرها، برای ضرر دیگرها نشوند، احتیاط کرد در مو شهر خودش، در خانه خودش، در دیار خودش ایستاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن خدا اجر شهید برای نصیب میکنه، اگر چند صحت هم شود. هر کسی بیمار شد از خانه نبرآمد، بعضیا به احتیاطی میکنن میبراین میگردن، دیگران را سرایت میشود، سبب سرایت میشود. این بسیار گناهی وزمین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کسی از شما اگر به این بیمار گرفتار شد و صبر کرد، احتیاطکاری کرد که دیگرها به این بیمار گرفتار نشوند و صحت هم که شد، خدا اجر شهیدها را برای نصیب میکنه، ثواب یک شهید برای نصیب میکنه. این بیماری خوبی های خودش هم داره برادر عزیز. اینقدر ترسیدن لازم نیست. اینقدر صحابه هایی که در این کسل گذشته، این کسل اولین بار در زمان حضرت عمر سال 18 هجری در حیات و خلافت حضرت عمر رضی الله عنه در ملک شام پیدا شدگی است که والی اونجا ابو عبیده ابن جراح بود. بسیار از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از بزرگان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین کسل دنیا گذشتگی است. بعضی ها کار سوال کردن
که داملا مقصد این ما میگیم عذاب خدا های از گناه و از معصیت از سبب ها مقصد آمد است. چرا مؤمنان دایی گرفتار هستند؟ نه برادر عزیز، این گمان ها را نسبت هر کس نکنیم. آدم های خوب مرده سادیان اینها چه کم بود کردن؟ خدای مهربان سیر خودش میدونه. ما نمیدونیم این عذاب خدا های یا رحمت خدا های. فقط همین قبول داریم که خدای مهربان هر چیز را برای ما خواست به خوبی ما و شما تمام می شود، به خوبی ما و شما انجام می‌یابد. اگر چند کسی از دنیا می رود، اون هم خدای مهربان ساعتی مرش آورده سببش همین بیماری است و خیر و خوبیش است. بسیار صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت دیدیم 25,000 صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این طاعون دنیا گذشته است. حتی ابو عبیده ابن جراح معامله‌اش ببینین، توکل و خداش ببینین، اینقدر مقصد در رضای خدا تن میدادن. هنگامی که حضرت عمر رضی الله عنه آمد ملک شام باید نظارت میگذارن که گفتن این بیماری است و حضرت از راهش گشت، گفت ما تقدیر خدا به تقدیر خدا میگریزیم. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه میگه مردم جمع کرد و با مردم صحبت کرد، گفت ایها الناس ان هذا الوجع رحمت بكم. ای مردم، گفت این بیماری رحمت برای مردم است، رحمت برای مردم است و دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که این رحمت گشتگی است برای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و بسیار از صالحین پیش از ما و شما را به همین بیمار گذاشتند و حضرت میگه دعا کرد که پروردگارا از همین رحمتت قطره برای من نصیب گردان. ابو عبیده ابن جراح، یعنی ما میترسیم، ما میگریزیم، خوف خطر داریم، اما بزرگا از رحمت خدا نمیگرفت. مقصد این حضرت ابو عبیده ابن جراح چی بود؟ مقصدی نبود که برای وقتی بیمارا آغوش بگیره، در داخل بیمارا بگرده. مقصد دعای بزرگوار این بود که خدایا اگر همین رحمت لایق ببینی برای ما را نصیب بگردان. حضرت گفت خدایا قطره از رحمت برای ما نصیب بگردان و به همین بیماری از دنیا گذشت. ابو عبیده ابن جراح امین این امت پیغمبر نامش کردگی است. امین امت من پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ابو عبیده ابن جراح است. بعد حضرت ابو عبیده ابن جراح معاذ ابن جبل والی شد. حضرت این هم بالای منبر دعا کرد، به همین کسل دنیا گذشت. پسرش عبدالرحمن به همین کسل گذشت. خیلی از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همین بیماری ای دنیا گذشته. معاذ ابن جبل، ابو عبیده ابن جراح، یزید ابن ابی سفیان، شرحبیل ابن حسن، ابو جندل، سهل ابن عامر، پدرش فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنهم اجمعین، این صحابه ها همش به همین کسل گذشته. ما نباید بترسیم برادر عزیز. پدرش فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنهم اجمعین، این صحابه ها همش به همین کسل گذشته. ما نباید بترسیم برادر عزیز. این یک فضل الهی است. خوف خطر را دلتان دور کنین، احتیاط بکنین، اما نترسین. ترس چی لازم است؟ هر چقدر ما بترسیم اگر تقدیر ما را تغییر نمیده برادر عزیز. اینقدر مقصد آوازه های در دنیا است، این بعضی ها هم با میخوانم میتره آوازه کنن. امروز هر کسی به هر کسل بمره میگن کرونا ویروس مرده، ایسا کرونا ویروس مرده است. خیلی خوف و خطر نکنین، یک دیگر خیلی نترسانین. بعضی ها گناه بسیار وزبین است برادر عزیز، بسیار گناه عظیم در شما غرق میشین در عوضی که یک فتنه میکنین، یک کس مرد است به یک سبب شما ثبت میکنین در اینترنت ها میپرتوین، مردم ها میترسونین از حسابی همی کسل مرد است میگین. شما حتی اگر به همین کسل هم مرده ای را شما دیدین، حق ندارین سیانکه کنین در دنیا پنگ کنین برای ترس مردم. از خدا بترسید، از خدا شرم بکنین، این کار را نداشته باشید. شما بلکه در این هنگام تهلکه مردم و خوف و خطر مردم، شما مردم دستگیری کنین، مردم یک سخن نیک بگین،
بعضی بلاگرها را تماشا کردم، بسیار خدا خیرشان بده، از تاجیکای ما همین سخنای نیک گفته شدن که نباید مسلمان ها بترسند. اون چیزی که در تقدیر ما اینو میآید برادر عزیز، ای تقدیر گرفته نمیشود. عزیزای خدا را ببینید، گفتن تدبیر کند بنده ولی تقدیر نداند، تقدیر خدا هیچ به تدبیر نماند. ما تدبیر میکنیم، تدبیر ما همین که ما احتیاطکاری میکنیم، تدبیرهای خودمان و نقشهای خودمان احتیاطکاری و همه مقصد اعلامی خودمان استفاده میبریم، اما تقدیر نمیدونیم چیه. تقدیر خدا هیچ به تدبیر نماند. تقدیر خدا، خواست خدا با خواست ما هیچ موافق نیست برادر عزیز. ما چیزی میخواهیم اما خدا رو میبینیم که غیر خواست است. هر چی خدا بخواه همون میشه. و عسا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. خدا در قرآن میگه بعضی چیز شما بد میبینیم که آیندهش برای شما خوب است. همین هایی که خدا رحمتشان کنه در روی دنیا به همین بیماری گذشتن، برادر عزیز روز قیامت درجه اینها را ما در جنت میبینیم. اینقدر مقام بلند همه آرزو میکنیم که کاش ما نمیترسیدیم، ما را این رحمت خدا نصیب میکرد. با خاطر برادر عزیز مقصد از این سخنهای من است که شما خوف و خطر نداشته باشید. بسیار ترسیدن لازم نیست، احتیاط کردن در کار، اما بسیار ترسیدن در کار نیست. خدای مهربان همه شما را و تمام بندگان مؤمن و تمام اهل زمین، نه تنها مؤمنان را، من دعا میکنم خداوند تمام نسل آدمی زاده را از این بلا نجات بده. خدای مهربان علل خصوص مؤمنان را خدای مهربان از این بلاها در پناه رحمتش نگه بداره و ملت عزیز ما را خاص الخاص الله مهربان بندگانی که در دیار زندگی میکنن و برادرایی که در مهاجرت هستن از مردم ما با طریق تلفنی ها و طریق شبکه ها التماس دعای زیاد کردگی هستند. پروردگار مهربان همه شما را، چه در داخل وطن هستین چه بیرون از وطن هستین، اونهایی که بیرون از وطن هستن رنج و کلفتشان زیاد است، خدای مهربان در مسافرت شما را از تمام آفت و بلا در پناه رحمتش نگه بداره. پروردگار مهربان شما را اون تا دراز و تن تا نصیحت با وقتی خوش خدا به خانه برگشتن الله نصیب روزیتان گردانه. خدای مهربان این بلاها را از سر دیار ما، از سر تمام مردم اله دور گردان. خدای مهربان خاتمه کار ما و شما را به خیر گردانه. پروردگار ترس و وهمی این دنیا را از قلب ما دور، این بیماری را از قلب ما دور، بلکه ترس خودش را در دل ما جا گردانه. خدای مهربان مهاجرایی که التماس دعا کردن همه شما را ما در حقتان دعا میکنیم. همه شما فرزند ما هستین، برادر ما هستین، ملت ما هستین و خدا قسم همون قدری که شما غم میخورین ما از او زیاد برای شما غم داریم. تمام این ملت برای شما غم میخورن، همیشه دعا میکنن. خدای مهربان شما را باز با دستی پر و با وقتی خوش به وطن برگشتن نصیب روزی گردانه. اونهایی که در این بیماری از دنیا گذشتن خدا رحمت و مغفرت و جاشون جنت گردان. همون درجه شهادت اله براشون نصیب روزی گردان. بهبهای جنت براشون نصیب روزی گردان. خدای مهربان در این دیار فیض برکت و در تمام روی زمین فیض برکت نصیب گردانه. قحطی و ناداری و تنگ دستی را از تمام روی زمین خداوند دور گردانه. روزی را خدا برای ما با نصیب گردان که در این دهه و در این ماه مبارک و در این دهه مغفرت از درگاه تو التماس میکنیم روز خرسنده را برای اهل زمین باز هم اله نصیب روزی گردان. پروردگار مهربان پدر و مادر و اجداد و گذشته هامون غرق رحمت و شایسته جنت گردان. کسایی که در این ماه مبارک رمضان خیر احسانا دارن نگاه میکنیم، در اخبارها هم نگاه کردیم، در رسانه ها هر روز تماشا میکنیم جوان مردا در این دیار و بیرون از دیار هر جا، خصوص جوان مردای تاجیک ما خیر احسان ها دارند، دستگیری های فقرا و بیمارا و بیمارستانی ها در برده خیر احسان ها دارند. خدای مهربان عمرشان دراز و تنشان صحت و در مال و جانشان خدا برکت نصیب روزی گردان. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.